میل شهروندان تاجیکستان برای سفر بر روسیه با هدف کار کاهش یافته است. چنین آمده است در یک تحقیقات مرکز نظرسنجی ویتسیوم روسیه. ناشر این خبر نشریه کامرسانت میگوید که تحقیقات بانک تجدید و رشد اوراسیا معین کرده است که مهاجران کشورهای خارجی دیگر به بازار کار روسیه به عنوان مکان شغل و درآمد زیاد امید نمی‌بندند. اگر سال 2015 53% شهروندان تاجیکستان روسیه را به عنوان مکان موقتی کار بررسی می‌کردند، سال 2017 شمار آنها تا 37% کاهش یافت. چون این کاهش در میان شهروندان مولداوا و قرقیزستان هم مشاهده شده است. این خلاصه ها را گزارش تحقیقاتی دیگری دانشمندان روس هم تصدیق کرده میگوید که در پایان سال 2018 در قیاس با سال 2005 جریان سفر مهاجران کاری به این کشور کاهش یافته، در بازار کار کمبود نیروی کاری احساس شده است. در همین حال برخی ناظران گفتند که سبب اصلی در آن است که بسیار مهاجران در اصل با نیت سبکتر کردن شرایط سفر و کار خود در روسیه به قبول شهروندی این کشور میل میکنند.